رفقا خیلی مخلصم، بازم برگشتم پیشتون با اپیزود سوم از فصل هفتم که داریم آبجوی اسمش یعنی تک مالت تک رازک رو بهتون یاد میدیم. یه وقفه‌ای هم افتاد بین اپیزود دوم و این اپیزود که ازتون پوزش میطلبم. اگه اپیزود اول و دوم رو ندید حتما برید ببینید، اونجا نکات خیلی خوبی گفتیم، مواد مصرفی هم معرفی کردیم که میتونید با استفاده از اونا این اپیزود رو بهتر متوجه بشید. کاری که میخوایم بکنیم الان، به ازای هر کیلو مالتمون 2 الی 3 لیتر آب داخل دیگ پختمون میریزیم. یعنی اگه 4 کیلو مالت داریم حدوداً 10-12 لیتر هم آب میریزیم. بهتره که 1:2 کار بکنید. اگه میخواید دست الکل نهاییتون بره بالاتر 1:2 کار کنید، آخر سر میتونیم دوباره آب رو اضافه کنیم و بالانسش بکنیم. اما آبم خیلی کم نریزید که اصلا این مالت داخل دیگ قلمبه گوله بشه، این خوب نیست. به هر حال به ازای هر کیلو مالت 2 الی 3 لیتر آب داخل دیگتون میریزید، دما رو زیاد میکنید، دما رو میرسونید به یه چیزی حدود 72 درجه 74 درجه. ما میخوایم ماشینمون رو یه چیزی بین 65 تا حد اکثر 72 درجه انجام بدیم. حالا که داریم آماتور این کار انجام میدیم، این باز دمایی رو کنترل میکنیم. وقتی رسید به 70 درجه ما کل مالتی که داریم رو میریزیم داخل دیگ. جوی پرک، مالت پیلستر، هر چی که داریم، اگه مالت کریستال داریم همه رو میریزیم داخل دیگ. خیلی آروم آروم میریزیم، هم میزنیم که گوله نشه و وقتی که این کار انجام دادیم باید برای 1 ساعت دما رو کنترل بکنیم. هم میزنیم، حالا روش‌های ماشینگ هم بهتون گفتم دیگه، طبق اون روش‌هایی که تو اپیزود قبلی گفتم. حالا من دارم به صورت روشی که آب داخل دیگ هست و دیگم روی یک منبع گرمایشی انجام میدم. پس هم میزنم، دماسنج چک میکنم، جاهای مختلف دیگ کنترل میکنم، وسط، گوشه ها، قسمت پایینی ها قشنگ هم میزنم که دما کنترل بشه. 1 ساعت که موند میرسیم به مرحله‌ای که بهش میگن مش آوت. یعنی چی؟ یعنی میخوایم قندها رو از این مالتمون جدا بکنیم. 15 دقیقه دما رو زیاد میکنیم، بعد از 15 دقیقه زیر دیگو خاموش میکنیم و این حریرمون رو جدا میکنیم از این دانه های مالت. دیگه روششو خودتون میدونید، به هر روشی که میتونید، با صافی، با پارچ، هر چی که میتونید این جداسازی رو انجام میدید. از اینجا به بعد باید بریم سراغ ضد عفونی ابزارمون. چرا؟ چون اگر مثلا ما داریم از متابی سولفید پتاسیم استفاده میکنیم، باید این ابزارمون یه 7-10 دقیقه نیم ساعت توی این آبه باشه دیگه. حالا به هر حال فرق نمیکنه، استارسان هم اگه دارید میایید یه ظرف آماده میکنید، هر چیزی که قراره تخمیر رو باش شروع بکنید، دبه تخمیر، قفل هوا، واشر، سیفون، هر چیزی که نیاز دارید که برای شروع تخمیر استفاده بکنید. حالا سیفون رو من گفتم، سیفون ممکنه درد نخوره الان، ولی خب حالا این کارو بکنید، جا دارید، مهم نیست که میذارید داخل یه ظرفی و اینا رو قوطه بر میکنید توش، ولش میکنید به امر خدا. میریم سراغ مرحله بعدی که میخوایم رازک زنی رو انجام بدیم. تو مرحله رازک زنی ما 60 دقیقه میخوایم پخت انجام بدیم. این مایعی که داخل دیگ هست و میذاریم قشنگ بجوشه، به قلقل که افتاد درش هم باز باشه، هر چیزی که هست ازش بخار شه بیاد بالا، چون سولفور داره رازک، این باید بخار شه بیاد، درشو نمیبندید. حالا برای رازک زنی تکنیک‌های خیلی مختلفی هست، تو رسیپی‌های مختلف فرق میکنه. قبلا هم گفتم ممکنه یه سری اول رازک بزنن و آخر 3 پله 4 پله، پله‌های مختلف داره. کاری که من میخوام بکنم تو 4 پله میخوام رازکمو بزنم به این حریره که رازک ساز هم دارم. پله اول 5 دقیقه بعد از اینکه این جوش خورد مایع اضافه میکنم، 55 دقیقه به پایان رازک زنی ما مونده، چون تایمر زدیم دیگه، تایمر میذاریم 60 دقیقه استارت میکنیم. وقتی عدد 55 دیدیم یعنی 5 دقیقه گذشت، میایم پله اول رازک زنی رو انجام میدیم. حالا من اینجا 15 گرم رازک ساز رو اضافه میکنم. وقتی به دقیقه 20 رسیدیم یعنی عدد 40 رو روی تایمر دیدیم، پله بعدی رازک رو اضافه میکنیم که اونم 15 گرم رازک ساز هست. به دقیقه 45 که رسیدیم یعنی عدد 15 رو تایمرمون دیدیم، اینجا باید مواد زیادی اضافه بکنیم. اول همه رازک مرحله سوم میریزیم، 15 گرم ساز رو میریزیم داخلش. اگه پوست پرتقال یا پوست لیمو دارید اینجا اضافه میکنید. من خودم اینجا پوست پرتقالم رو اضافه کردم. بعدش اگه دکستروز میخواید استفاده بکنید، دکستروز رو اینجا اضافه میکنید. مثلا من 1 کیلو دکستروز رو ریختم تو این حریرم و اگر از قرص پورتفولاک استفاده میکنید اینجا داخل دیگتون قرص پورتفولاک هم اضافه میکنید و میرید به مرحله 4. دقیقه 60 که رسید یعنی تایمر 0 شد،
زیر دیگو خاموش میکنید. پله بعدی رازک رو هم 15 گرم رازک دیگر رو به دیگ پختتون اضافه میکنید و میریم برای مرحله سرد کردن. هر چقدر حریرمون رو زودتر سرد بکنیم، یعنی خیلی سریع سردش بکنیم، پروتئین گیری خیلی بهتر میشه و در آخر آبجو زلالتری داریم. وقتی میگم زلال فکر نکنید میگم آبجو کریستالی ها، منظورم اینه که توی آبجو شما یه کدورت خیلی غیر معمولی نباشه. من خودم اومدم با چیلر سرد کردم، یعنی چیلر رو گذاشتم داخل این دیگه پختم و آب وصل کردم، آب سرد اومد رفت بیرون و دما رو میرسونیم به دمای تحمل مخمر. یعنی نگاه میکنید مخمر شما مثلا در دمای 20 درجه تحمل داره، پس دما رو رسوندیم به 20، این چیلر رو خارج میکنیم. اگه در دمای بالاتر میخواید تخمیر رو شروع بکنید که حالا دیگه طبق این اصول کار رو انجام میدید، ولی حواستون باشه نباید دما انقدر بالا یا انقدر پایین باشه که وقتی مخمر اضافه کردید نوسان دما باعث بشه که به مخمر شما استرس وارد بکنه و کارتون خراب بشه. حالا که سرد کردن انجام بدیم یا آب سنجی میکنیم ببینیم که این حریره ما چقدر میخواد به ما الکل بده. با اون روشایی که بلدیم ما قبلا تو فصل استفاده از هیدرومتر و ابزار اینا رو بهتون یاد دادم. اگه نیاز بود که آب اضافه بکنید که آب اضافه میکنید، اگر هم دیدید که خب آب سنجی خیلی پایینه منطقی نیست که بخوایم بهش شکر چیز اضافه بکنیم، به همین صورت پیش بریم بهتره. ولی اگه دید خیلی آب اضافه کردید و خیلی دانه ها رو شستشو دادید یا کلا بازدهی مشی که تو خیلی پایین بوده، دیگه اینجا یه مقدار دکستروز شکر چیزی بزنید، آب سنجی رو بیارید بالا. یا اگه مثلا عصاره مالت دارید عصاره مالت اضافه بکنید که آب سنجی بیاد بالا، که خب کار غیر اصولیه ولی دیگه بهتر از چیه. حالا که میخوایم مخمرزنی انجام بدیم، قبلا هم بهتون گفتم وقتی آبسنجی ما بیشتر از عدد 55 باشه، مخمرزنی به دوز معمول رو یه ذره باید بهش دقت بکنیم و واسمون ریسک داره. پس معمولا میگن اینجور مواقع ما باید استارتر درست بکنیم، ولی من چون حجم آبجوم برای 10 لیتر بود و یک پک کامل مخمر داشتم که برای 20 لیتر جواب میداد، کل پک مخمر رو ریختم داخلش. پس یادتون باشه اگه آب سنجیتون خیلی بالاست، مثلا میخواید 10-11% الکل بگیرید، حتما مخمر بیشتری رو به آبجوتون اضافه بکنید، هیچ ایرادی هم نداره. مخمر کمتر استفاده بکنید ممکنه وسط کار تخمیرتون متوقف بشه یا به مخمر استرس وارد بشه و برای اینکه بیان بر قند غلبه کنن فعالیت بیشتری انجام میدن و باعث میشه که بوی بدی رو آبجوی ما میگیره. پس به این نکته خیلی دقت بکنید، مخمر بیشتر بریزید، اتفاقی براتون نمیفته، ولی خب نه خیلی زیاد، نه 4 تا پک مخمر بریزید داخل آبجو، نه، برای 10 لیتر 10% یه پک مخمر 11 گرمی مثلا همین SF4 کفایت میکنه. تاریخش هم که دقت میکنه، اگه یه تاریخش رو به اتمام مثلا 1-2 هفته مونده یا 1-2 هفته رد شده از تاریخ انقضاش، شما در نظر بگیرید 1.5 پک برای این مقدار آبجو با این درصد الکل نیاز دارید. تو مرحله بعدی باید در دبه رو ببندیم و بذاریمش کنار. حالا اینجا اگه شما هیدرومتر دیجیتال دارید مثل من، میتونید داخل دبهتون بذارید تا کنترل بکنید که روند تخمیر به چه صورت، اگه نشدن مهم نیستش. ولی اخیراً مینی هیدرومترای اومده که اونا هم خیلی هیدرومترای خوبیه. اگه ظرفتون شفاف و میتونید داخل این ظرف رو ببینید، خوبه که یه مینی هیدرومتر داخلش بذارید. یا مثلا هیدرومتر دیجیتال میونه دیگه، نگاه میکنید هر موقع که آبسنجی عددش بیاد پایین این هیدرومتر هم به شما نشون میده. البته خب رنجشون کمه دیگه، معمولا بین 1000 تا 1500 بیشتر نیست، ولی برای اینکه به پایان تخمیر وقتی میرسیم متوجه بشیم کار ما رو راه میندازه. اگه هم نشید اشکال نداره، به هر حال باید شما در دبه تخمیر رو ببندید و بذاریدش یه جای تاریک و بدون سر و صدا آروم کارشو بکنه. حتما دما ثابت باشه، نوسان نداشته باشه. مثلا نرید تراس خونتون بذارید شب بشه 7 درجه، فردا صبح بشه 15 درجه 25 درجه، بذارید توی انباری جایی و کارشو انجام بده. میذارید برای 2 هفته میمونه، دستکاریش نمیکنید، اصلا کاری هم نرید که تخمیر تموم شده داره قل میزنه نمیزنه هرچیکس، میذارید بمونه، کاریش نکنید. توی اپیزود اول من بهتون گفتم اگه قفل هواتون 2 یا 3 تیکه باشه خیلی به درتون میخوره، که تو استوریو هم یه آموزش کوچیکی هم دادم، اینجا هم میگم بهتون. اگر دیدید که ظرف تخمیرتون کوچیک بوده و خیلی پر کردید، چون این رازک‌ها میاد روی سطح قرار میگیره و این جوش و خروش داخل دبه تخمیر این رازک‌ها رو هی هول میده بالا، ممکنه که ببینید که از قفل هواتون داره رازک بیاد بیرون. اینجا اگه دوست داشتید میتونید قفل هوا رو به قفل تخمیر
تبدیلش بکنید، کار خاصی نداره. این قطعه بالای قفل هوای دوی استیکتون رو برمی‌دارید، یه لوله اون وسط هست، یه شیلنگ وصل می‌کنید بهش، این تیکه شیلنگ رو میید پرت می‌کنید توی یه دونه ظرف آب می‌ذارید بمونه. دیگه روزهای آخر تخمیر معمولاً 5-6 روز اول تخمیر انقدر جوش و خروش داره. بعدش دیگه جوش و خروش می‌خواد میتونید شیلنگ رو باز کنید و کلاهکشو بذارید و برید دنبال کارتون. تو روز 12ام 13ام دیگه تقریبا تخمیر تموم شده، میتونیم یه تست عطر داشته باشیم، ولی در دبه رو باز نمی‌کنید. تست عطر، تست طعم نیست. اگه این دبه‌تون رو بتونید فشار بدید، مثل پلاستیک چیزی باشه، میتونید فشارش بدید، از این قفل هوای حباب میاد بیرون و بو میکنه، ببینید چه بوی میده، بوی رازک میده یا نه. اگه بوی بد میده احتمالاً دیگه این توی این مرحله آبجو شما خراب شده. مثلا اگه بوی تخم مرغ بده، تا الان اگه بوی تخم مرغ بده و مونده باشه، دیگه اینو باید بریزیدش دور، یعنی کارتون خراب شده. اگه بوی ترشال گرفته بود، یعنی که آبجو شما آلوده شده و نکات بهداشتی رو رعایت نکرد، باید بریزیدش بره. میرسیم به روز 14ام که دیگه تخمیر ما تموم شده و باید بریم برای تخمیر ثانویه. این مرحله تخمیر ثانویه رو تو اپیزود بعدی میگم، چون نمیخوام این اپیزود خیلی طولانی بشه. و کاری که باید بکنیم اینه که دوباره ابزارمون رو آماده بکنیم، ابزاری مثل یه دبه تخمیر دیگه، یه ظرف دیگه که حداقل بتونیم آبجو رو انتقال بدیم، و نیاز داریم به سیفون و هیدرومتر و این تشکیلات که بیشتر در مورد اینها در اپیزود بعدی صحبت میکنم. فقط پیشنهاد من اینه که برای اینکه برید به تخمیر ثانویه، اگه جا دارید، یخچال دارید یا یه حیاط خلوتی، یه جایی که دمای خنکی داشته باشه، مثلا 7-8 درجه دماش باشه، آبجوتون رو اونجا قرار بدید که در مرحله بعدی که تخمیر ثانویه رو میخوام شروع بکنیم، یه مقدار رسوب بیشتر انجام شده و کار ما رو راحت میکنه. ولی خب این کار اجباری نیستش. امیدوارم که از این اپیزود خوشتون اومده باشه. اگر ما رو در یوتیوب دارید میبینید، حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید، برامون کامنت بذارید. یادتون نره 3 تا قلب قرمز چه تو یوتیوب چه تو اینستاگرام برای ما تو کامنت ها بنویسید و بفرستید. اگر هم کامنت انگلیسی میذارید که خب خیلی بهتره، دمتونم گرم. تا اپیزود بعدی که میخوایم تخمیر ثانویه رو شروع بکنیم و آخر اپیزودم یه ذره از این آبجو میزنیم. بدرود.